آش رشته آمل خیلی خوشمزه است. هر کی خورده عاشقش شده. پیاز با ادویه تفت میدیم، بعدم حریر سیر رو بهش اضافه میکنیم. اگه حریر سیر نداشتی میتونی از سیر تازه استفاده بکنی. من حبوبات رو از قبل پختم، برنج نیم دانه هم بهش اضافه کردم، اما عدس رو جدا پختم و بهش اضافه کردم. اینجا میذاریم 40 دقیقه قشنگ با هم بپزن تا برنجمون باز بشه. کشکو بهش اضافه میکنیم، میذاریم حدودا یه 45 دقیقه دیگه هم بجوشه. سبزی آش رو اضافه میکنیم، ولی من دوست دارم سبزی آش یکم بزرگتر باشه. برای همین بهش اسفناج اضافه کردم. رشته آش رو اضافه میکنیم و دیگه میذاریم با حرارت کم قشنگ جا بیفته. شاید نیم ساعتی هم زمان ببره. برای خوشمزه تر شدنش هم زردچوبه، فلفل سیاه و نعنا رو میجوشونم. یه تفت کوچولو میدم و بهش اضافه میکنم. این آش خوشمزه رو باید حتما یه بار درست کنی تا ببینیم من چی میگم. خیلی خوشمزه است. ببین چه لعابی انداخته، جای همتون خالی.